شرم یعنی خودت رو آدم ارزشمندی نمیدونی. حالا چرا؟ یا تو خانواده‌ای بزرگ شدی که پسر دوست بودن، دختر یه جنس دست دویی میدونستن، یا یه نفر تو خانواده سوگلی بوده، تو حس می‌کردی تو به درد نخوری، یا بسیار ازت ایراد گرفته شده این چه وضع نشستنه، این چه وضع غذا خوردنه، این چه وضع حرف زدنه و نقص و شرم میگیری. نقص و شرم عزت نفس ما رو نشونه میگیره. خب یعنی ما اگر بخوایم عزت نفس رو ریشه‌ای برگردونیم باید نقص و شرم رو درمان کنیم. این تکنیکایی که میدن سطح رو درست میکنه. عزت نفس تا 3 سالگی شکل میگیره به واسطه اینکه کودک عشق غیر مشروط گرفته باشه. یعنی بهش نگن اگه 20 بگیری دوست دارم، ما در هر صورت دوست داریم، تو بچه این خونه. خیلیامون تجربهشو داشتیم دیگه، شرطی دوستمون داشتن و یه روزایی هم شده که خب ما 20 نگرفتیم، بچه خوبی نبودیم، حرف گوش نکردیم، پس گفتم من دوست داشتنی نیستم.